ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори дуюмро аз рӯи романи нависанда муҳаммад замони солеҳ девори хуросон дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон қурбони собир бишнавед. محمد زمان صالح دیوار خراسان. قصر نصر. تالار بر هوا بود و دورت ستونهای منقش داشت. پسی ستونها صفه ها و روی صفه ها شاهزادگان و اشراف سمرقند و استروشنه، فرغانه و چاچ می نشستند. دیوارها به دیوار نگارشی رنگین مزین شده بودند، ولی آدمان دیوار نگاره ها سر نداشتند. در آخری تالار صفه نسبتاً بلندتری و روی آن تخت شاهی گذاشته شده است. خان تخته ها پر از انواع میوه و خوراکواری است. شاه بعد از آن نماز شام به تالار وارد می شود. حاضران از جای می خیزند و به او تعظیم می نمایند. امیر نصر با ایمای سر به میهمانان دو طرف تالار سلام می دهد و از پس او یک گروه درباریان وارد تالار می شوند و به همین منوال به حاضرین سلام دهان به جایهای خویش می روند. شاه در حالی که تالار را برانداز می کرد با اشارت دست رخصتی به نشستن می دهد. غلامان ترک در کاسه های بلورین شربت می آرند و نزد میهمانان می گذارند. شاه پس از آن که خاندان طاهری از جانب یعقوب لیث صفاری برانداخته شد، در بخارا فتنه و اضطراب به عمل آمد. رئیس و فقیه بخارا ابو عبدالله بینی ابی حفص به جانب ما نامه نوشتند و از ما درخواست کردند که کسی را از کسان خویش برای ضبط بخارا به آنجا بفرستیم. ما تصمیم خویش را گرفتیم و به امتحان به سوی حاضرین می نگرد، ولی رأی شما را دانستن می خواستیم. شما در این خصوص چی می گویید؟ امیر نصر هر یکی را با نگاه برانداز می کند و آخر الامر نگاهش در اسماعیل قرار می گیرد. او یک قدم پیش می گذارد و با تعظیم به شاه مراجعت می کند. اسماعیل: تصمیم حضرتم است و به جای خود بر می گردد. دیگران این پاسخ اسماعیل را با نگاهی قناعتمندانه طرفگیری می نمایند. شاه: پس ما تصمیم گرفتیم برای اجرای این امر شاهزاده اسماعیل را به بخارا فرستیم. حاضران به اسماعیل می نگرند. اسماعیل به طرفداری اراده شاه تعظیم می کند، ولی از وجاهتش چنین پیداست که از این تصمیمی غیر چشم داشت شاه چندان راضی نیست. او خود را چنان وانمود می کند که گویا از این کارها بیزار است. شاهزاده خیش را از همه جهت همچون جوانمرد عاقل و با تدبیر نشان دادند، چه در لشکرکشی علیه سرکوب کردن ترکان کافر در کشور توران و چی بدبیر به ابو عبدالله بینی ابو حفص بخارایی جواب نویسید و از تصمیم ما او را آگاه سازید و تأکید نمایید که از شاهزاده آنچنانی که شایسته شأن ایشان است پذیرایی به عمل بیاورند. به امیر اسماعیل: امیری خیطه بخارا تدارک سفر بندند، هرچی تیزتر خوبتر. اسماعیل دست به چشم میبرد
و تعظیم می نماید. سپارش مخصوص را بعدتر، یعنی در عرفه سفر یا همان بیگاه بعد افطار دریاب خواهید نمود. اسماعیل: اگر هرچه تیزتر سپارش ها معلوم شوند برای تیاری دیدن سفر خوبتر از شاهم. امیر نصر: پس بعدتر در این خصوص مشورت خواهیم کرد. دسته نوازندگان به تالار وارد می شوند و به سوی صوفه‌ای می روند که دیوار نگاره هایش دلالت به جای آنها می کند. در دیوار چند نفر نوازنده و خانمی رقاص با رنگ های روشن تصویر یافته بود، ولی افسوس که آنها نیز بی‌سر شده بودند. فقط از سازها و حرکتی بدنها پی بردن ممکن بود که کدامی از آنها نوازنده و کدامی رقاصه هستند. بعد چند لحظه آهنگ فارمی خسروانی صدا می دهد. غلام بچگان جامهای شربت را گیرد می گردانند. حجره نصر. در روشنی نور شمعها امیر نصر و اسماعیل نشستند. امیر نصر از جای می خیزد و به طرف پنجره می رود و پرده های حریر را به یک سو کشیده در باغ خیره می شود. امیر نصر: هوا دم است و گرم. امیری بخارا میل سیر باغ ندارند؟ ثانیه بعد اسماعیل: شاهم، با چنان تصمیمی در خصوص بخارا حرف میزنند که گویا کیهاست این ملک مستعمره ما باشد. امیر نصر: ما به قدرت و رای و حسن تدبیری برادر خود باور داریم. ثانیاً پیش از آن که شاهان تصمیم گیرند اول می اندیشند و با اعیان خود مشورت می کنند و بعد قطعیاً ابراز عقیده می کنند. آنها از قصر بیرون می روند. در روشنی شیرگون ماه سطح آرام و ساکت حوض به مثل آینه جلا می دهد. آسمان صاف و بیغبار و پر از ستاره است. امیر نصر پیش و اسماعیل چند قدم قفاتر، یعنی پسا پیش به لب حوض می روند. اسماعیل: رسالت من در بخارا چه خواهد بود؟ امیر نصر: آن را ضمیمه دولت ما کردن. اسماعیل: با کدام راه؟ امیر نصر: هر راهی که ممکن است، ولی بی خرابکاری. مردم بخارا از چپاول و غارت، کشتار و سختارهای پی در پی خسته شدند، به جان رسیدند. در ماه ربیع الثانی حسین بن طاهر الطایی از خوارزم به بخارا تاختن آورد و میان او و مردم بخارا حربها افتاد. او بعد از 5 روز جنگ به شهر دست یافت و به اهل بخارا عذر شهر و رستا کرد و بسیار کس را بکشت و خوارزمیان را برگماشت تا دزدی نمودند و مصادرت می کردند و به شب مکابیره خانه ها بر می زدند و جنایت های گران می نهادند و مال می ستودند. اهل بخارا با او به حرب بیرون آمدند و بسیار کس کشته شدند و از شهر مقدار 2 دانگ بسوخت و چون اهل شهر دست قوی کردند او منادی کرد و امان داد و مردمان که جمع شده بودند و جنگ را آماده گشته چون خبری امان بشنیدند پراکنده شدند و بعضی به رستا رفتند. چون حسین بن طاهر دانست که مردم پراکنده شدند شمشیر اندر نهاد و خلق عظیم را بکشت. مردم باز غوغا کردند و حسین بن طاهر به هزیمت شد و همه روز حرب کردند و چون شب شد
او دری کوشک را محکم کرد و خلق را در اطراف کوشک نگاه می داشتند تا وی را بگیرند و او خراج بخارا به تمامی گرفته بود. همه دیرم غضریفی در میان سرای ریخته بود و میخواست تا به نقره صرف کند. زمان نیافت و آن شب دیوار را سوراخ کرد و بگریخت با کسان خیش برهنه و گرسنه و آن درمهای غضریفی بماند. مردمان خبر یافتند و آن مال غارت کردند و پس از وی فتنه های دیگر و جنگ ها با اهل بخارا هر کس را بسیار شد. اهل علم و صلاح از بخارا به نزد ابو عبدالله الفقیه پسر خواجه عبدالحفظ کبیر رحمت الله علیه جمع شدند، با وی مشورت کردند. آنچه فقیه وضع بخارا را شرح داده بود به جناب عالی عرض نمودیم. اسماعیل: پس امیر بخارا به چی کار مشغول است؟ امیر نصر: او خوارجی است و در بخارا هواخواهان زیاد ندارد. در بخارا اصلا خوارجیان کمند. خواجه ابوالحفص صغیر مردی مبارز است و رئیسی بخارا بر دوش اوست. با او مشورت کنید. با اهل بخارا چی بومی و چی بیگانه با شفقت رفتار نمایید. انشاءالله کارها خوب می شوند. اسماعیل: در رکاب من که ها می روند؟ امیر نصر: کوشش کنید ایده کمی را با خود گیرید. باقی مانده در صلاحیت خود شماست. اسماعیل: کی براه براییم؟ امیر نصر: هرچه زودتر خوبتر. آنها به قصر برمی گردند. بیرون سمرقند. دروازه قصر شاهی گشاده می شود.
لبات امیر اسماعیل او را گران کرده بود. مهمانان از افزای او پی بردند که خود را ناهنجار احساس می کند. فضل بین احمد مشکل او را آسان گردانید. فضل: ما از سمرقند می آییم و به بخارا روانه ایم. اینجا را خیلی آبادان یافتیم و قرار دادیم چند روز اینجا بمانیم تا خودمان و هم چهارپایانمان کفت راه براریم. امیر اسماعیل: از اینجا تا به بخارا فاصله چند است؟ امام: گویا چیزی او را تکان داده باشد، یقه می خورد و اضطراب‌آمیز به سخن می آید. از اینجا تا به بخارا 14 فرسخ راه است گردن. امیر اسماعیل به آسمان می نگرد و به فضل و ابوزکریا مراجعت می کند. امیر اسماعیل: نماز عصر اینجا می گذاریم، بعد به قرارگاه برمی گردیم. ابوزکریا برمی گردد تا اسبها را بفرماید طویله ببندند. امیر اسماعیل و فضل بین احمد به نزد صوفه لب حفظ مسجد می روند. امیر اسماعیل: شما امروز باید از ابو عبدالله بین ابوالحفظ دیدن کنید. ببینیم تا ایشان چی می فرمایند. خودسرانه رفتار ما عزت نفس ایشان را کریهدار خواهد کرد. علما را باز خود شما بهتر می دانید. به ایشان بفهمانید که رسالت ما اصلاً با راهی گفت و شنید حل کردنی قضیه است. در عکس حال ایشان چه یارمندی به ما رسانیده می تواند؟ شما در خصوصی ایده سربازان ما حرف نمی زنید. این چیز باید پنهان ماند. به شما راه سفید و توفیق عمل آرزو می کنم. آمین. الله اکبر. امام در کنار با شبهه و تردید به رفتار و گفتار میهمانان نظاره می کند. فضل بین احمد تعظیم می کند و چند قدم پسان رفته از مسجد بیرون می شود و پس از چند لحظه صدای پای اسبها بلند می گردند. امیر اسماعیل آفتابه را گرفته از حفظ پوری آب می کند و به طهارت خانه می رود. امام مسجد از فرصت استفاده برده چند کرپچه با خود می آرد و بالای صوفه پهن می کند و به انتظار امیر اسماعیل می نشیند. پس از گذشتن چند لحظه دیگر امیر اسماعیل از طهارتخانه بیرون می آید و به ایوان مسجد رفته 2 رکعت نماز می خواند و بعد سلام دادن باز به لب صوفه بر می گردد. امام به پیشوازش می خیزد و به او سلام می دهد و برای بالای کرپچه گذشتنش تعارف می کند. امیر اسماعیل بنا به خواهش او عمل می نماید. امیر اسماعیل: من خود را شناس نکردم، عذر. من اسماعیل بین احمد بین اسد سامانی برادری امیر ورارود ابو نصر بین احمد هستم. امام دوباره از جایش می خیزد و به امیر اسماعیل تعظیم می کند. خود را از خجالت ناهنجار حس می کند و جای گریز می کابد. ولی امام مسجد: بنده غلام شما امام این مسجد هستم. اگر در پذیرایی شما از ما خطای گذشت پوزش می خواهم. جناب عالی بنده را ببخشند. امیر اسماعیل: ما همه بنده خداوند هستیم، شما بیهوده خود را اذیت می دهید. امام: بنده ابراهیم پسر مسلم از سکنه این قصبه هستم، از مریدان فقیه بزرگ ابو عبدالله بینی ابی حفص صغیر. امیر اسماعیل: بنده از ارادتمندان ایشان هستم و به زیارت جنابشان آمدم. خواهش میکنم اینجا بودن من بین خودمان بماند.
از تشریفات زیاد خوشم نمی آید. می خواهم به خدمت رئیس اینجا برسم. اگر در این امر به من کمک رسانند لطفشان بی اندازه می بود. امام دست به چشم می برد و از جایش می خیزد. من حاضر می آیم گویان از مسجد به در می رود. امیر اسماعیل باز تنها می ماند. این بار به 4 طرف مسجد ذهن می ماند. به کاشیکاری و کندکاری های مسجد و حشمت ساختمان آن با دقت می نگرد. پیش نظرش دیوارنگاره های آتشکده سمرقند می گذرد. مردی پیری که سراپایش سفید است از خلال این دیوارنگاره ها به پیدا می آید که گات می خواند و لحظه نگذشته چند اعرابی با شمشیرهای آخته بر او حمله می برند و سرش را از تن جدا می کنند. همه جا رنگ خون می گیرد. زبانه های آتش مقدس دیوار نگاره ها را به کام خود می کشد و او می بیند که آن اعرابی ها درون خون و آتش سر از تصویری دیوار نگاره ها می بورند و موغی موی سفید درون شعله های آتش می سوزد. موغ به امام این مسجد خیلی مانند است. از حرارت آن سوختار مرئی گویا خودش آتش گرفته است. عرق سرد تمام بدنش را تر می کند. افزایش در این حالت بیمارگونه، رنگ پریده به مثل موغ موی سفید است. از ریش و موی خرماگونش عرق می شارد. گرمای چیله تابستان و گرسنگی رمضان و مشقت راه بر وی تأثیری مهلک گذاشته است. او از عالم رؤیاییش به خود می آید. نمازگزارانی که به مسجد آمدند خیلی کمند. گاه گاه یکی یکی پیدا می شوند. آنها نیز حالت بیمارگونه دارند. نهایت امام مسجد با یک مرد میان سال ولی اشراف نمایی که از آزادگان بودنش از لباسش هویداست پیدا می شود. امیر اسماعیل از روی آداب از جایش می خیزد و چند گامی به استقبالشان می رود. امام: ایشان رئیس کرمینه هستند. رئیس بزرگ استاد ابو عبدالله بینی ابی حفص از آمدن شما ما را آگاه کرده بودند ولی روز آمدن ایشان معلوم نبود. عذر می‌خواهم که بی اهمیتی کردیم، از آمدنشان بیخبر ماندیم. رئیس کرمینه در برابر بی‌حالتی و ضعفی که دارد باز هیجان زده می نماید. هنگامی گپ زدنش چنین حس می شود که سر از پا گم کرده است. رئیس: قبول همچنین میهمانی برای ما از بزرگترین سعادت است. امیر اسماعیل: ما بیرون کرمینه خیمه زده ایم تا باعث تشویش شما و مردم کرمینه نشویم. یگانه تمنای ما آن است که چند روزی که میهمان این دیار هستیم چارپایان ما را با علوفه تأمین نمایید. دیگر ما باعث زحمت شما نخواهیم شد. ما آذوقه اهل رکاب را با خود آورده ایم. در این خصوص بی تشویش باشید. رئیس: من شما را همچنین رها نخواهم کرد. شما با تمام خیلتان میهمانی ما هستید و به خود اجازه نمیدهم و شرط جوان مردی هم نیست که چون شمای بیرون قصبه بمانید. این هم بر ما و هم بر شما مروت است. امیر اسماعیل: آنچنان که آگاه هستید به بخارا آمدنی من رسمی نیست و من نمیخواهم که در این خصوص در و دروازه شود. من از مهربانی شما ممنونم ولی مأموریت تشریف ما اجازه نمیدهد. از لطف شما ممنونم. رئیس:
اقلاً همین بیگاه مهمان من شوید و روزه را با هم کشاییم. تمنا میکنم رد نکنید، باعث افتخار من است. امیر اسماعیل: فردا من در خدمت شما هستم. بعد این نماز شما مرا تا به خیرگاه همراهی میکنید. رئیس: به چشم، ولی خیلی باعث تأسف است که خجالت زده است، بی دست و پاست و چی کار کردنش را نمیداند. ما شرمنده هستیم. رفتار ما در هیچ گوشه جوانمردی نمی گنجد. من شرمنده هستم. صدای مؤذن بلند می شود. آدمان روی حولی به داخل مسجد می درآیند. دیرماندگان با شتاب و هراس خود را تا به مسجد می کشانند. امام مسجد با همصحبتانش یک پا وارد تالار مسجد می شوند. مردم الکی صف کشیدند. امام با تمکین و تا اندازه افتخارمندانه از پیش صف می گذرد. امیر اسماعیل و رئیس کرمینه در صف آخرین جای می گیرند. هنوز رئیس خجالت زده می نماید و عرق شرم و حیا از سر و رویش می ریزد. بعدی به پایان رسیدن نماز، امیر اسماعیل با همراهی رئیس کرمینه و امام مسجد جامع به کوچه می برآیند. اسب سفید امیر اسماعیل از تنهایی و دلتنگی پای به زمین می کوبد. اسماعیل از لجام اسبش گرفته با همراهی رئیس کرمینه و امام مسجد جامع کرمینه در کوچه های خلوت ده به سوی مقر خیش می رود. هوا سخت تفسان است. در دو طرف راه خانه ها و کوشک ها با باغ های پر از دار و درخت قد افراشتند. آب جوی های دو طرف راه زلال و با صدا جاری است. موی سفید چند پشت به تنی درختان لب جوی بی‌حالانه گذاشته در خود فرو رفتند. آنها نه به جریان آب جوی، نه به گذشت عمرشان و نه به گذرندگان این راه اعتبار می دهند. آنها به همه چیزی که در این دنیاست بی اعتنا شدند. گاه از گاه به خود می آیند و چند حرف بین هم رد و بدل نموده باز به عمق اندیشه خیش فرو می روند. امیر اسماعیل با همراهانش هینی از میان آنها گذشتند سلام می دهند، ولی بی جواب می ماند. گویا سلامش را نشنیده باشند، گویا چیزی را نشنیدند. اسماعیل این وضع احوال آنها را خیلی خوب درک می کند. در آخر کوچه امیر اسماعیل با همراهانش خیر و خوش می کند و به اسبش سوار می شود. رئیس و امام پس از آن که او در خم کوچه ناپدید می شود از راه رفتهشان بر می گردند. آنها صحبت کنان و جدل کنان به صد گمان و تخمین آمدن امیر اسماعیل را حدس می زنند. شما گفتاری دویوم از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.